فرا جان. سلام. خوبی آقا حامد؟ قربونت برم. آره خوبم. خوبی آقا حسنه؟ جانم من و حامد فدات بشیم. خوبین آقای ابوالقاسمی؟ نوکرتم. سجلال خوبی؟ جانم به فدایم. آقای مرجی خوبی؟ قربونت برم. چطوری شما؟ خوبم. یه تشویق بکنین این محمد عزیز من. آقا جون خودتو معرفی کن. بیا بشین قشنگ راحت. فکر کن خونه خودتونه. بفرمایید. تا حالا فکر کردی چی فکر من اینجا دیده نمیشم. خب چیکار کنی؟ من آقا محمد موسی نژاد هستم از استان گلستان، شهرستان کردکوی، روستای دنگلان. ای قربونت برم محمد، ما نمیدونیم چیکار کنیم الان. دیده نمیشی چیکار کنیم؟ دیده نمیشم. آقای رسالت بیزاری من وسیله آوردم. ای دوره بیاین منو کمک کنید. نوکرتم. چشم. کجا بیام؟ چی آوردی با خودت؟ بفرمایید. به شما بفرمایید. شما مهمونی قربونت برم. بفرمایید شما تشویقش کنید. چی آوردی؟ پیکنیک اومده. بیا کجا میخوای بذاری صندلی؟ میخوای جلو بذاری؟ محمد چی آوردی؟ اینا رو هم توضیح. اول صندلیتو بذار. بشین رو صندلیت راحت. بذار من کمکت کنم. نه پشتی داداش دارم. بکنم خودتم بلد. بفرمایید. نماز روزهاتون قبول باشه. اینم بذارم کنار شما که برای ما توضیح بدی که چه خبره. من آقا محمد موسی نژاد هستم از استان گلستان، شهرستان کردکوی، روستای دنگلان. دنگلان به این آسیاب گندم میگن که از روستاهای اطراف میومدن روستاهای ما گندماشونو آسیا میکردن. به خاطر همین اسم روستای ما شد دنگلان. افتخارشون. چند سالته محمد؟ 8 سال. چند؟ 8 سالشه. اینا چیه برامون این میوه ها آوردی؟ قصهشو بگو آقا برامون. اینا رو ولش کن، سوغاتی آوردم برام. چی آوردی؟ بگو. خب این یافا بوی خیلی خوبی داره. خب اینو آوردم برای آقای مرجی. قربونت برم. مرجی بذار بگیرم ازت. بده به من. بفرما این مال شما. حسنه اینو نگاه کن. آقای مرجی. قربونت برم من. خب مرجی یعنی مجری. خب این همون لیموی شیرینه. اینو آوردم برای سجلال. خدای تو. یک دنیا سپاس. به افتخار سجلال. به افتخار سجلال. بعدا بیا از من بگیر. این پرتقال خونیه که شما بهش میگین تو سرخ. ما شمالی ها میگیم پرتقال خونی. اینو آوردم برای ابوالقاسمی که پرسپولیسیه. ابوالقاسمی تعبیر بگی. دمت گرم. خب این کدوه که شما میگین کدو، ما شمالی ها میگیم کهی. این واسه این صدا خوبه. این آوردم برای حامد شاکر نژاد که صدای مخملی داره، قرآن میخونه صداش نگیره. حامد شاکر نژاد رو تشویق کنید. و اما این اندازه کله منه. این شای همه مرکباته. این آوردم برای عشق دلم حسنه. اینو تشویق کنید.
محمد جان یک جهان سپاس از میوه های رنگارنگ شما. چی شد که محفل آمدی؟ من محفل نیومدم من خانه بیکار نشسته بودم. شما آمدین دنبال مستان گلستان گفتی آقا بیا محفل. حسین با کی طرفی؟ قرآن میخونیم و باریکلا. قرآنم میخونی پس؟ بله قرآنم میخونم. شما هم قرآن میخونی؟ بله من قرآن میخونم. خب میخونی برامون الان؟ بله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. پناه میبرم به خدا از شر شیطان رانده شده. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. و الشمس و ضحاها. قسم به خورشید و نور فراگیرش. و القمر اذا تلاها. و قسم به ماه که بعد از آن درآید. و النهار اذا جلاها. و قسم به روز که زمین را روشن می کند. و اللیل اذا یغشاها. و قسم به شب که زمین را می پوشاند. و السماء و ما بناها. و قسم به آسمان و کسی که آن را برافراشت. و الارض و ما طحاها. و قسم به زمین و کسی که آن را به گستران. و نفس و ما سواها. و قسم به نفس و کسی که او را ساخته و پرداخته کرد. ای و جان الهمها فجورها و تقواها. که شر و خیرش را به او الهام کرد. قد افلح من زکاها. بیشک هر کس نفس خود را پاک کرد رستگار گردید. فقط خواب من دساها. و هر کس نفس خود را نومید و محروم شد. کذب ثمود بتقواها. قوم ثمود حقایق را از روی سرکشی انکار کرده است. اذ انبعث اشقاها. انگاه که شقیق‌ترین آنها برخاست. فقال لهم رسول الله ناقة الله و سقیاها. پیامبر الهیشان گفت شتر الهی را به آبش خورش واگذارید. فکذبوا فعقروها. اما آنها او را تکذیب کردند و شتر را کشتند. فدمدم علیهم ربهم بذنبهم فسواها. سرانجام نیز خدا پروردگارشان به خاطر گناهی که مرتکب شدند آنها را گرفتار عذاب نمود و سرزمینشان را با خاک یکسان کرد. فلا یخاف عقباها. و خدا هرگز از عاقبتشان بیم ندارد. صدق الله العلی العظیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خیلی باحال. یعنی اطلاعات کیف کردی ها؟ خیلی از حامدم خیلی خوش. یعنی بیشتر. بیشتر. جملهش چی میشه؟ همین بیشتر درسته. آره همین. بیشتر خوشت اومد. دوست انگار دو نفره بود. وقتی ترجمه کرد قرآن میخوند آره. بعد ترجمه کرد. برم اونجا تست بگیرم. بله داداش؟ بله بله اگه اجازه بله. بدید. تشویق میکنی سیدو؟ محکم قوی. آماده محمد جان؟ بله جان قربون شما. عزیزم. حسن اینو داشت از حفظ میخوندی. خوبه. خوبی؟ حامد اینه الان؟ حامد داره. این مال حامده؟
بله خیلی هم بهش میاد مثل حاج احمده دستشون مثل اینگار بزرگترین میوه شمال آوردم برای شما تا قربونت برم عزیز دلم خب الان تو فکر میوه هایی که آورده. چه راحت دستش خب یه تستی از شما بگیرم ویل لکل همزة لمزة وای بر هر حرز زبان عیبجوی مسخره کننده الذي جمع مالا وعدده آنی که مالی جمع کرد و شمارش نمود يحسب أن ماله أخلده و ننداش آن مال جاودانش میکند كلا لينبذن في الحطمة این چنین نیست که دل داشته است او را در حطمه اندازد وما أدراك ما الحطمة و تو چه دانی حطمه چیست نار الله الموقدة آتش برافروخته الهی است التي تطلع على الأفئدة که شعله‌اش بر قلب ها مسلط است إنها عليهم مؤصدة که آنها را در ماسته خود قرار داده است في عمد ممددة در ستونهای کشنده و طولانی صدق الله العلی العظیم اللهم صل على محمد وآل محمد الله